گوشه رینگ باشه، مثلا فرض کنید گوشه رینگ باشه، حرف من الان کن جواب نمیده. اما شما باید یاد بگیرید. من باید میکنم رد میشم. بعد میکنم بیام رد میشم. یک دو تا تکنیک دیگه هم هست توی این فرار. اینا رو هم بهتون میدم ولی تو لگد ما خیلی از اینا بیشتر استفاده. یعنی تو دست خیلی ضرورت نداره. یکی بک استپ، یکی ساید استپ. بک استپ میشه قدم برداشتن به عقب، ساید استپ هم میشه به طرفین. نحوه قدم برداشتنش هم اینه که توی بک استپ خب معلوم اول پای عقب میره بعد پای جلو. خوش دارم؟ بعدش هم میاد رو ضرب هست. روی مشت مستقیم میتونید استفاده کنید، رو کم میتونید استفاده کنید. ولی گفتم اینو ما برای پا استفاده میکنیم. چون برای دست با یکم جابجایی بالاتنه مشکل حل میشه. با پا برای مقابله با پا هست که ممکنه با عقب کشیدن بالاتنه مشکل حل نشه. و ساید استپ هم اونجوری که اول گفتم هر سمتی که میخواید گام بردارید پای همون سمت اول میره بعد پای بخوام علیه پشت مستقیم میزنه حالا سمت من میخوام به سمت چپ برم به سمت راست بیارم که یکی رو میخوام به سمت چپ اول پای چپ بعد پای راست بعدش مثلا رو کمی کار میشه کردی روی ساید استپ نکنم بک استپ این از این چیز روی دست ها ولی برای من گفتم که تو ذهن باشه همه این چیزها رو گفتیم سر رو بعد که میخوام کار کنم آپرکات هست توی مویتای این رو مطوعه میگن معمولا اما بعضی جاها ضربه آپرکات دور شد بعد فاصله منزل اینو بهش میگن مدسوی آپرکات نزدیک رو بهش میگن مدند آقای عبادتی کتابش نداره میگه نه؟ اینجا دارید؟ مثلا این آرنج رو میگه ساکنا چیز؟ سوکنادان اول سوک نیست ساکه بعدم ناد نیست و نده این مدند از همین میاد یعنی با همون این آرنجه چیزش نیست شکلی مدند نزدیک شایی میگن دورشو مدسایی خب حالا چجور میزنید؟ یا این ضربه یه ضربه خیلی مهمه تقریبا مقابله کردن باش تقریبا غیر ممکنه حالا من راه مقابلش بهتون میگم ولی حالا تو عملی کمی سخت یعنی اگه شما خوب یاد بگیرید و اگه خوب بزنید احتمالاً بالای 70-80% ضربه رو حریف خورده و ضربه خورده که تموم می‌کنه. ما این ضربه رو به نحوی میزنیم که اولا خیلی امنه یعنی وقتی شما حمله می‌کنید به حریف با این ضربه دستی حریف نمیتونه بهتون بزنه به راحتی و چون فاصله نزدیک کار میشه ضربه پایین نمیشه زد چون سرعتی زیاده ضربه خیلی سخته و در عین حال تمام عضلات بدن هم باشه. ببینید آپرکات ترجمهش می‌کنیم به فارسی میشه برش بالا رونده آپرکات. حالا این دسته باید بیاد بالا اولش باید بره پایین که بیاد بالا در اینجا بره بالا من مکررم که نیمه تفاوت بلندتره که واسه نمیدونم ولی منبر نمیست بازی معمولا اگه اضافت نداشته باشید. حالا من این دسته رو بیارم پایین اگر که بیارم پایین حریفم فرصت پیدا میکنه خوک رو بزنه پس این دسته هیچ وقت نباید بیاد برای اینکه هم دسته بیاد پایین هم من این کوکر نخورم باش کلم رو بیارم پایین مشکل حل میشه. یک حالا رویش رو یک دو یه تکنیک ساده است باش بالا تنم رو میبریم پایین یکم زانوها رو خم میکنیم بعد میزنیم از یه هم یک
پشت میزنیم دست از سر میره بالاتر برای فک، برای دندان، برای دیافراگم از سر میره بالاتر. یکم از سر میره بالاتر به صورت کلاسیک که مقدار میانی بدن میخوره، یعنی مثلا حالا دیافراگم، فک، بینی، چونه بینی، اما به صورت غیر کلاسیکش از کنار هم میخوره. این هم آپرکات میگیم. فرقش هم با هوکینه که آرنج پایین‌تر از سیکنه. تو گفتیم که آرنج با سیکن روی حده یا آرنج بالاتره. این عکسشه. یه نشست، یه ضربه. معمولا این ضربه رو به عنوان واکنش هم اجرا میکنن، یعنی حریف یه ضربه میزنه، تو فرارش ما اینو میزنیم، یا اینکه به عنوان ضربه دوم حداقل مثلا من میخوام با دست جلو آپرکات بزنم به حریف. شما ببینید یه مش نشون میدم، با این میشینم، این ضربه میزنم، 1 2 1 2 یا حریف ضربه میزنم، مش مستقیم میزنم، فرار 2 درست؟ سوال ندارید؟ کار کنید؟ همون در جا، رو من کار کنید دست جلو این آلت عقب نمیره، اینو نمیخوام اینجا نگرد میکنم دست عقب دست رو پایین نیارید، همینقدر کافیه، بالا برید. خب حالا واکنشش گفتم که خیلی واکنشش راحت نیست، به ضربه نمیشه ساعتی اول سطح کردنشو بگیم. سطح کردن در آپرکات با دست انجام میشه، با دست مخالف، یعنی حریف اگه راست میزنه من دست مخالف جلو میگیرم، اگه دست موافق رو میگیرم، یعنی با راست بخوام بگیرمش اونو میکنم. اما تاکتیکی که برای استفاده کرد اینجا میشه استفاده کرد، میگم خیلی سخته، یعنی خیلی شکار. خب این سطح کردنش وقتی به بدن میزنه شما توی با آرنج این ریسکش بالا هست، همین یکی من بیشتر توصیه میکنم، ولی اینم من این از سطح کردن. رد کردن آپرکات نداره یا من توصیه نمیکنم، بزنم نم رد کردن میشه، من توصیه نمیکنم. با دست مخالف داره با راست میزنه، من دارم با چپ رد میکنم. اگه با راست رد کنم اون یکی رو میکنم با کف دست رد کنم، میگم توصیه نکنم. چرا؟ چون خاطر سخته، معمولا نگیرش بیشتر از بگیرشه. خب ضربه متقابل بود و جاخالی، درسته؟ اگر جاخالیش معمولا با فیت و این حرفا در نمیاد، یعنی از جاخالی هایی که بلدیم هیچ کدومشو برای آپرکات نمیشه توصیه کرد غیر از چرخوندن بالا تنه با قدم برداشتن به طرفین یا به سمت حرف. ما بک استپ ساید استپ توصیه میکنیم که معمولا تو آپرکات این جواب رو نمیده، چون انقدر فاصله کمه و انقدر سرعت زیاده. ما آپرکات از روی از دیگه نمیزنیم که، ما آپرکات اینجا میزنیم یا اونجا که آرنج میزنیم، انقدر سرعت زیاده که تقریبا این واکنش‌ها نمیشه انجام داد. به خاطر همین بود که اولش گفتم آپرکات خیلی سختیه و
و به سادگی هم نمیشه در مقابلش واکنش نشون داد. خاطر همین بیشتر وقتتون رو بذارید رو آپرکات تا روی هوک. معمولا بازیکن‌ها هوک بیشتر از آپرکات دوست دارن. اون یادگیریش سخته. ولی اگه یاد بگیرید واکنش نشون دادن جلوش تقریبا ممنوعه. ضربه متقابل. ضربه متقابل هم می‌بینید با دست اصلا کارمون نمیشه. ضربه متقابل بهترین ضربه متقابل شما میتونید انجام بدید. ضربه مستقیم. ضربه مستقیم باعث میشه که حریف دور بشه ضربه نکنه. اما ممکنه که ضربه آپرکات تو دستتون بخوره. بزن برای من دورش می‌کنم تو دست. پس تنها ضربه متقابل که روی این تکنیک الان من درست می‌کنم. ریزی توصیه تا برسه به تکنیک‌های بعدی بعدی برمی‌گردم روی با هم تمرین کنیم چه